به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت همگی شما مخاطبین عزیز و ارجمند سایت و اپلیکیشن آنتن. صبح شما بخیر باشه. همراهتون هستیم با پخش مستقیم رقابت‌های بسکتبال NBA، تقابل تیم‌های لس آنجلس لیکرز و فیلادلفیا 76رز رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. بازی که به میزبانی بنفش‌پوشان لیکرز تو کریپتو.کام آرنا برگزار میشه. حالا اونها در ردهای پلین تورنمنت هستن. اونها در ابتدای فصل تو رتبه‌های سوم و چهارم کنفرانس بودن، حالا تو رتبه‌های پلین تورنمنت حضور دارن. دو امتیازی از دست میره بامبایی که داره مقابل تیم فصل گذشته خودش داره بازی میکنه. مالکیت برای لیکرز، بازم هاچیمورا گلتندینگه. بله گلتندینگ اعلام میشه. 2 امتیاز سهم روی هاچیمورا خواهد بود. دچار اوف شد تیم 76 از مصونیت جوئل امبید. توبیاس هریس بعد از چند بازی مصونیت تو این بازی به ترکیبش برگشت و 3 امتیازی موفق برای کلی اوبره جونیور. اولی امتیاز برای فیلا تو این بازی کلی اوبره جونیور بود. این سم هاچیمورا شوت میزنه که موفقم هست. دستش گرم حسابی تو این بازی روی هاچیمورا. تایریس مکسی اسکرین میگیره اونجا از محمد بامبا. خود بامبا رول کرد تو منطقه رنگی اما دیر این کار انجام داد. چرخش هریس فید وی و بازم توپی که از دست میده. ریباند دیگه برای آنتونی دیویس به ثبت میرسه. مقابلش دینویدی رو داره که با ظاهری متفاوت تو زمین حاضر شد. اقدامش از دست داد بادی هیلد و توپ سرگردان بازم به لبران میرسه. ریباند دوم لبران تو این بازی جمع شد. خوش بلقه دیری میزنه، پاسش قطع شد توسط کامرون پین. زد حمله برای 76رز میتونه شکل بگیره. پشت قوس بادی هیلد کشن شات و 3 امتیازش موفق بود. لبران حمله رو براتونش به جریان میندازه. پادشاه نقش حمله چه خواهد بود تو این لحظه؟ بیشتر مدیریت حمله در اختیار تیم لیکرز بود و الیوب موفق. پاس عالی از لبران و اسلم دانک از جکسون هیز. پیکورل خوب و اسلم دانکی که میزنه اونجا هیز برای تیم لیکرز. 3 امتیازی از بالا موفق بود. شوت کامرون پین خیلی سریع به اون اقدام جواب داد. فاصله شد 2 امتیاز. 31-29. راسل واسه منطقه رنگی میرسه اونجا به جکسون هیز. لبران جیمز و بله ال بی جی در سن 39 سالگی. این فصل خبری از ترید نبود و لیکرز هم همون عملکرد همیشگی رو داره تو این روزا. اقدام 2 امتیازی موفق برای کلی اوبره. خوش در این بازی 9 امتیازی میکنه. 46 بازم بازی تساوی کشیده شد. لیکرز یا صاحب توپ هستن. هاچیمورا برای لبران. مقابلش لاریو داره، میتونه از این میسمش استفاده کنه. بازی پستاب میاد واسه دبل تیم فید اوی. لبران جیمز موفق نبود. طبیعتا تیم مثل آتلانتا اگر ستاره اصلی خودش رو بخواد از دست بده باید بره سراغ فاز بازسازی و به پیکا درفت نیاز داره. لبران جیمز دوباره لبران همکاری با دیویس بعدا میذاره اونجا مچابش با محمد بامبایی که امروز خوب کار کرده مقابل آنتونی دیویس. هاچیمورا راش بسته است. ریوز مقابل داره اونجا مکسی رو از روی دست دفاع میزنه و موفقم هست. در چه زمانی موفق شد اولین 3 امتیازی خوش تو این کوارتر و تو این بازی وارد ثبت کنه. دفاع ضعیف‌تری به نسبت محمد بامبا، میتونه بیشتر از او استفاده کنه. تو منطقه رنگی بلاک شات صحیح بود، خبری از خطا نیست. دفاع خوبی که انجام میده. اوبره جونیور کم نمیاره مقابل آنتونی دیویس و توپش بلاک میکنه. تایریس مکسی برش تو منطقه رنگی لیاب میزنه و موفقه. یه 2 امتیازی سخت دیگه برای مکسی و امتیاز 12 به نام مکسی ثبت شد. اتفاق غیرقانونی نیفتاده. 3 امتیازی کوتاه لبران از دست میره. مالکیت برای 76رز. کامرون پین تو این بازی از بازی مقابل فینیکس کمتر بازی کرده. کمپین استپ بک اقدام 3 امتیازیش موفق نیست. مالکیت بازم برای لیکرز. لبران تو به زمین حمله میاره. نقشش چیه؟ پاس برای راسل. یه بکتور کات انجام میشه. لبران لیاب میزنه و 2 امتیاز. خب به بازی برمیگردیم تو کوارتر آخر در حالی که اختلاف شد 5 امتیاز برای لیکرز و ببینیم بعد تایم اوت آقای نیک نرس تو بازیش ارتباطی رقم خواهد خود. مالکیت برای لیکرز دوباره رفت سمت چپ و تو قطع شد. بازم ترنوور برای لیکرز. فکر کنم این 20مین ترنوور لیکرز تو این بازی که به ثبت رسید. تو منطقه رنگی مکسی لیاپش موفق بود. بازم منطقه رنگی منطقه امتیاز گرفتن. 5 دقیقه پایانی بازی رو داریم تماشا میکنیم. ریوز میاد تو منطقه رنگی از بلاک شات رد میشه و 2 امتیاز میگیره. 10 امتیاز سهم آستین ریوز. 90-85. دوباره اختلاف 5 امتیاز شد. کایل لاوری
به نسبت سنش واقعا دقایق بازیش زیاد شده تو تیم 76ers. پاس خوب تو منطقه رنگی، مسئولیت بازیکنی مثل دیانتونی میلتون باعث شده که دقایق بازی کایل لاوری هم بیشتر بشه. هریس به سمت منطقه رنگی، 1 ثانیه فرصت، اقدام لحظه آخری موفق بود. لیاپ با دست چپ از توبیاس هریس و امتیاز 14مش در این بازی. حمله با دست یاسین ریوز برای لیکرز به جریان میفته. میره تو منطقه رنگی، لبران اوپن شات، لبران 3 تا. لبران جیمز یه 3 امتیازی خیلی خیلی مهم و حیاتی برای تیمش میزنه. فاصله لیکرز هم با واریرز بیشتر میشه و جایگاه نهم رو یه جورایی تصویب میکنه برای خودش لیکرز. از اون سمت گلدن استیت داره توسط هیوستن راکتس اوضاعش به خطر میفته. راکتسی که داره پشت هم بازی ها رو میبره و خودشون نزدیک و نزدیکتر میکنه به تیم‌های بالاتر از خودش. اونها امیدوار به حضور تو پلین تورنمنت میشن. دو پرتاب راسل اصلا میکنم ریوز هم موفق بود. 5 ثانیه فرصت باقی مونده از این بازی. اونجا اقدام آخرم انجام نمیده. مکسی بازی به اتمام خواهد رسید. 101-94 تو بار ثبت شده. البته ببینیم امتیاز ثبت میشه یا نه. به هر حال برتری که برای لیکرز. داورم اعلام میکنه که خبری از سبد نیست.